این حرومزاده داره کلاه ایرانی‌ها رو برمی‌داره، تا الان هم 3,850,000 دلار پول برده. حالا داستان از چه قراره؟ با اسم مستعار رادمهر تو کانال‌های تلگرامی تبلیغ میکنه، به واسطه امکانی که خود تلگرام داده، صاحب اون کانال نمیتونه تبلیغش حذف کنه. میگه من بهترین تریدر ایرانم، امشب میخوام یه ارزی معرفی کنم 1000% رشد میکنه. میری تو کانالش میبینیم میگه که من با نهنگا در ارتباطم و گزینه‌هایی که اونا میگن رو به شما معرفی میکنم. واسه جلب اعتمادت آیاتی از قرآن، نهج البلاغه، راجع به کار خیر، صدقه اینا میگه. گذشته خودش رو میگه که آقا بچه بودم، بزرگ شدم، سختی میکشیدم، الان پولدار شدم، دوست دخترم با مدیر شرکتمون رفت، خیلی سخت اشکای مادرمو دیدم، یه روز تصمیم گرفت. این حرفا رو میزنه که اون بی زبونی که تو جامعه تحت فشار اقتصادی اعتماد بکنه، بگه آقا اگر ریسک نکنم، جرئت نکنم، مشکل از من بوده، پس این بارو امتحان بکن. امتحان میکنه، کلاشو برمیداره. چجوری کلاشو برمیداره؟ من شناسنامه ارزی که معرفی کرده به اسم فل که کلاه برداری محرز رو بررسی کردم. این ارز رشد میکنه ولی یه باگ بزرگ داره، فقط قسمت بای یا خرید داریم و چیزی به نام سل یا فروش نداریم. اینا همه خرید، اینا همه قربانی ان. 15,000 میلیون درصد هم رشد کنه هیچ وقت نمیتونی بفروشیش. حالا من فکر می‌کردم به یه دونه کلاهبرداری ول میکنه میره. دو تا دیگه هم معرفی کرده بیشرف. گفتم دیگه یه ویدیو راجعش بسازم. تو هایلایت کلاهبرداری تو پیجم آیدیای تلگرامش رو میذارم تا جایی که میتونید نشر بدید و ریپورتش بکنید. بقیه همکارام لطفاً راجبش صحبت کنن، راجبش ویدیو بسازن. خیلی از مردم به واسطه ایردراپ اومدن تو تلگرام، ممکنه تو دامش بیفتن. کما